فکر میکنی این قوانین عجیب چیه؟ این که تو سوئیس بعد 10 شب نمیتونی سیفون بکشی یا تو ایتالیا نمیتونی خوشحال باشی؟ امروز 10 تا قانون واقعی و عجیب از کشورهای مختلف میگم که قطعاً شوکت میکنه. پس لطفاً تا آخر ویدیو همراه هم باش. تو یونان پوشیدن کفش پاشنه بلند برای خانوم‌ها تو بناهای تاریخی ممنوعه، چون معتقدن به سنگ‌های باستانی آسیب میزنه. ولی صبر کن، قانون بعدی خیلی عجیب تره. تو شهر فراتینتوی ایتالیا تو نزدیکی آرامگاه‌ها نباید بخندی یا شاد باشی، جریمه نقدی داره. و اما ژاپن قانونی داره به نام متابولا، یعنی اگه سایز دور شکم از یه حدی بیشتر باشه، شرکت و اداره موظف رژیم و مشاوره برات بذاره. تو آریزونا شکار کردن شتر ممنوعه، چون یه زمانی ارتش آمریکا شتر وارد کرده بود و هنوز قانونش باقی مونده. تو انگلیس اگه مست باشی و بخوای روی گاو، اسب یا الاغ سوار شی، جریمه سنگین و حتی مجازات حبس داره. و اما سوئد یه لیست ممنوعه داره، مثلا اجازه نمیده که یه سری اسامی رو روی فرزندت بذاری. توی دانمارک ایستادن بی دلیل پشت چراغ سبز جریمه داره، چون باورشون اینه که باعث اختلال و بی‌نظمی میشه. قانون عجیب بعدی مربوط به کشور چینه. توی چین جالبه که نمایش فیلم‌های براد پیت تحریمه و ماجرا از فیلم معروف 7 سال در تبت شروع شد. فیلمی که داستان واقعی کوهنورد اتریشی رو در دوران اشغال تبت توسط چین روایت میکنه که نقش اصلی این فیلم رو از قضا براد پیت بازی کرده و همین باعث شد که دولت چین ناراحتی عمیقی نسبت به براد پیت و فیلمش پیدا کنه، چون که مقامات چینی معتقدن این فیلم بازتابی منفی از تاریخ چین و مسئله تبت رو به نمایش گذاشته. قانون بعدی مربوط به کشور استرالیاست که اینم قطعاً شوکت میکنه. جالبه که بدونید تو استرالیا به هم زدن مراسم عزا یا عروسی جرمه و حبس داره. تو کشور فرانسه عکاسای حرفه‌ای نمیتونن بدون مجوز از برج ایفل در شب عکس بگیرن، چون باور دارن حقوق تصویرش محفوظه. کدوم قانون برات عجیب تر بود؟ اگه دوست داری قسمت‌های بعدی رو بسازم، همین الان لطفاً لایک و سابسکرایب کن.